رسیده. متن این نامه تازه به دست من رسیده، هموطن عزیزی برام آورد. امید دارم بتونم اونجور که ایشون دوست دارن از زبان خودشون بخونم. به نام عشق و انسانیت، 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. روز جهانی علیه حکومت مستبد و تمامیت‌خواه که با سوء استفاده از قوانین برای تثبیت پایه‌های لرزان حکومت ضد مردمیشان و خفه کردن فریاد آزادی خواهان و مردم تحت ستم و سلطه‌شان از عمل ننگین اعدام که یک جنایت آشکار و ضد انسانی استفاده می‌کنند و قوانین دست نوشته خود را به اجرا در می‌آورند. دولت‌هایی که با انجام این عمل وحشیانه و ضد انسانی دست به نسل‌کشی انسان‌ها می‌زنند، برای کرامت انسانی و حقوق اولیه انسانی ارزش قائل نمی‌باشند و خود مدار خودمحور هستند و از اعتقادات دینی فقط برای سرکوب و خفه کردن و پایمال کردن حقوق انسانی استفاده می کنند و خود نیز اعتقادی به دین ندارند، چرا که خود این قوانین دینی را برای انسانها می نویسند و از ادیان و اعتقادات ملتها برای پیشبرد اهدافشان سوء استفاده می کنند. نمونه کامل این حکومت‌ها حکومت جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه میباشد که در طول حیات نقیب خودش 100,000 انسان را به جوحه‌های اعدام سپرده است. یعنی در اقتصادیت جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه از جهل و خرافه و عوام فریبی استفاده می‌کند و به اعدام به عنوان حربه‌ای برای حذف مخالفین خود در هر لباس و گروه و مسلکی روی آورده تا بتواند زور و قلدری در ایجاد رعب و وحشت به حیات ننگین خود ادامه دهد. من بانو الله‌اسفندی، مادر 2 سربه‌دار محمد و عبدالله فتحی، با تشکیل نهاد مادران علیه اعدام خشم و انزجار خود را نسبت به اعدام که یک جنایت آشکار و عمد دولتی می باشد به جمهوری ولایت مطلقه فقیه اعلام می نماید. من مادر 2 اعدامی فریاد خودم را تمامی مادرانی هستم که در این 32 سال حکومت قتل و غارت و جنایت فرزندانشان را با اعدام به قتل رسانده ایم. من به مخالفت با قانون انسانی و ضد حقوق بشر شما قاتلان و جلادان برخاستم و پرچمدار مادرانی هستم که خواب راحت را از چشمان نابینای شما می‌ربایم و کتاب قانون دست نوشته شما که سرلوحه قوانین آن قانون اعدام است را به آتش خواهم کشید و فریاد مخالفین گمش کردم. من به مخالفت با قانون انسانی و ضد حقوق بشری شما قاتلان و جلادان برخاستم و پرچمدار مادرانی هستم که خواب راحت را از چشمان نابینای شما می‌ربایند و کتاب قانون دست نوشته شما که سرلوحه قوانین آن قانون اعدام هست را به آتش خواهم کشید و فریاد مخالفت با اعدام را به گوش همه جهانیان خواهم رساند و بدین وسیله دنیای آزاد خارج از ایران و مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری و دولت‌های مترقی که این قانون ضد بشری را از قوانین حکومتشان حذف نموده‌اند را مطلع خواهم ساخت.
که در ایران با دستاویز قرار دادن این قانون ضد بشری چگونه به انسانیت امروز ظلم می‌کنند. و از انسان‌های آگاه و آزاداندیش می‌خواهم که امروز به حمایت از نهاد مادران علیه اعدام بپاخیزید که فردا دیر است و همگان بدانند که با لغو اعدام عمر ننگین این گونه حکومت‌ها به پایان می‌رسد، چرا که حیات این حکومت‌ها به اجرای اعدام بسته است. ساحل افتاده گفت گرچه همی زیستم هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موج ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم. با امید فردایی روشن در ایرانی آزاد و بدون اعدام. درود بر این بانوی نازنین، درود بر مادرانی که این چنین ایستادگی میکنن، بر پدرانی که هرگز ساکت ننشستن، درود به شرف ایرانیان راستین.